امروز قرار که یه رازها و تئوریایی که راجع به GTA V گفتن رو با هم دیگه تست کنیم، ولی با این تفاوت که این سری این تئوریا ثابت کرد که GTA V یکی از بهترین بازی‌های جهانه. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو. بچه‌ها این سه تا ماشین رو می‌بینید. بچه‌ها اولین تئوری نوشته بود که اگه شما تو هوای آفتابی یا تو هوای برفی یا هوای بارونی با ماشین ترمز کنین، اون طول مسافت یا به قول خودمون خط ترمزی که ماشین میندازه واقعا متفاوت. یعنی اگه برفی باشه بیشتر سر می‌خوره، بارونی باشه سر می‌خوره و اگه خشکم باشه و آفتابی باشه خیلی کم سر می‌خوره. الان می‌خوام بچه‌ها اینجا سه تا ماشین من آماده کردم کنار هم دیگه. قراره وقتی به این گیاها ما رسیدیم ترمز بکنیم، ببینیم ماشینمون تا کجا میره. خب بچه‌ها اولین ماشینمون رو بریم توی هوای آفتابی با هم تست کنیم. 1 2 3 برو بریم. آقا البته تا ماشین شتاب بگیره طول میکشه، ولی خب ترمز میکنیم تا اینجا وایسه. خب بچه من اینجا یه علامت میذارم که مشخص بشه. خب بچه علامتی که گذاشتم این چراغ قرمز است، اینو گذاشتم یعنی ماشین قرمزمون انقدر طول کشید که وایسه. فقط مسافت رو شما نگاه کنید. حالا بریم سراغ هوای بارونی. خب بچه اینم از هوای بارونی و این ماشین پشتش شبیه ماشینمه یکم، ولی خب آقا بریم ببینیم توی هوای بارونی چطوری واکنش نشون میده. برو بریم لیتس گو. بدون هیچ حرکتی دقیقاً همون ماشینو همون فاصله ترمز میگیریم. اوه پشمام چرا قرمز رو رد کرد. آقا تئوری تا الانش که واقعی بود. اینم علامت بذاریم و بریم سراغ هوای برفی. خب بچا الان هوا رو برفی کردم. آقا به قدری تصویر سفیده که چشم آدمو اذیت میکنه. چشم شما رو چی؟ بچا حالا بریم توی آب و هوای برفی با هم دیگه تست کنیم. لیتس گو. برفا رو داره میپاشه. برو بریم ماشین رو صاف میکنیم و ترمز. و بله بچا این چراغ که میبینید هوای آفتابی بود. این چراغ که میبینید این زیر پامه این هوای بارونی بود و الانم اینقدر اومد جلوتر توی هوای برفی. تئوری واقعی بود و GTA دمت گرم. خب بچا تئوری بعدی خیلی خفن و واقعیه. بچا برای کسایی که نمیدونن ماشین اگه تا وقتی اگزوزش داخل آب نره ماشین میتونه کار کنه. برای همین اگه ماشینای آفرود رو دقت کرده باشین بچا اگزوزشون از تو کاپوت در اومد و قسمت بالا. حالا یه دلیلای دیگه هم داره که اون کار کردن، ولی خب یکی از دلایلش همینه که داخلش آب نره. بچا الان من اینجا سه تا ماشین آوردم. این ماشین اگزوزش همین بغل پایینه، این یکی ماشین اگزوزش بالایی که مثل ماشینای آفرود و این یکی ماشینم که ماشین سوپر اسپورت رو میبینین اگزوزش پایینه. چقدرم خوشگله. خب بچا بیایم با هم تست کنیم. پشت ماشین رو میندازیم توی آب. برو توی آب، اگزوزا بره داخل آب و ببینیم واقعا ماشین خراب میشه یا نه. ماشین جون یا خدا ماشین جون. الو آخه از کار افتاده، من حواسم نیست. بچا ماشین از کار افتاد. حالا بریم سراغ اون یکی ماشینای آفرود. بچا این یکی ماشین آفروده اگزوزش پایینتره و این یه دونه بیلبیلک داره این بالاش، نمیدونم اون اگزوزه یا نه، ولی خب اینم تست میکنیم. بچا الان اگزوزش زیر آبه و اصولا باید ماشین خراب بشه. اینم تئوری واقعیه یا نه. بچا تا اینجاش که داره کار میکنه. چه ماشین سگجونی هست بابا، بنازم. آقا این داره کار میکنه، این داره میره. آقا فکر کنم تئوری الکیه یا واقعی، چون من قبلا بچا تست کرده بودم یه همچین چیزی. اون موقع توی زمان PS4 داشلی بود. پشمام بچا میتونم بگم یکی از خفن ترین آفروداست این. بذار اون یکی آفرودم تست کنم. بچا این آفرود دراش چقدر بالا، چرا من تا اینو ندیده بودم. نگاه کن این اگزوزاش بالا. شتابی هم داره. بچا این اگزوزاش اصلا توی آب نمیره و ماشینم نباید خراب بشه. الان بچا من اینجور دارم میرم خراب شد که باخت دادیم. آقا تئوری الکی بود، پدر سوخته به من الکی گفت. بچا تئوری بعدی خیلی خفنه و شما هم حتما تست کنید. و اگه بچا لایک های این ویدیو رو هم به بالای 4000 تا برسونید دوباره راسا و تئوریا رو میدیم. شاید هم ترسناکش بریم. اگه ترسناک هم دوست دارین توی کامنت ها بگید. بچا این تئوریه نوشته بود که لاستیک ماشین خیلی تاثیر داره توی آفرود رفتن یا توی خیابون. بچا این ماشین دو تا ماشین البته یکیه ها، نگاه کنید. ماشین سمت راست ماشین لاستیکاش آفروده و یه چیزی کاتاکولفت و اسکی. اون وری هم که ماشین اسپورت، یعنی لاستیکای اسپورت انداختم و میخوام با هم دیگه ببینیم این شیب و کدوم ماشین خیلی بهتر میره. آقا بریم با هم دیگه تست کنیم. شیب رو خیلی خوب داره میره بالا و کم نمیاره. اوکی بچا میخوام یه شیب تندتر رو تست کنم. بچا الان مثلا اینجا رو نگاه کنید. آجی ماشین کم نمیاره، میره. تئوریا چرا انقدر عجیب شدن؟ الان اینجا رو نگاه کنید. خب آقا لاستیک اسپورت واقعا خوب داره میره از نظر من. ببین الان اینجا دیگه شیبش تنده. اوکی بچا اینجا رو دیگه نباید بتونه بره، اصولا داره میره. بچا لاستیک اسپورت رو تست کردم، خیلی راحت داشت میرفت. الان سلام کوهنوردان عزیز. کرم داشلی گرفت. برو ببینم. بدو چلاقتون کردم. الان دیگه نمیتونین تا مردن. آقا این یکی لاستیکاش آفروده، ببینیم این چطور میره. آجی این داره میکنه زمینو. بچا این خیلی با سرعت دیگه داره میره. ببینم ترمزش اینا چجوری عمل میکنه. خیلی خوب. نه بچا واقعا تاثیر داره، یعنی خودتون ببینم اینجا ترمز میگیره. اشمو آقا واقعا تاثیر داره. الان اینجا رو نگاه کنید مثل کره میره و جامپ هم میزنه. آقا تئوری واقعی بود، یعنی یه تاثیرایی داره. اگه خودتون رانندگی کنید کاملا متوجه میشین. الان ببینم من میتونم اینجا ترمز کنم. اگه
ماشین نترکه. تاشالی آها اوسکی و ماشینه میره بالا حاجی. یا ماشینه خوبه خیلی خفنه. بذارینم این سنگه رو اگه بره بالا من دیگه یوتیوبو میذارم. این همه جی تی بازی کرده بودم اینو متوجه نشده بودم. تئوری واقعی و حتما لاستیکای آفرود اگه میخواین کوه بریم بنازین. تئوری بعدی بچا نوشته بود که اگه شما با ماشین درجا بزنید به این صورت لاستیکای ماشین به قدری داغ میکنه که آخرش میترکه. من این کارو الان میخوام بچا تست کنم ببینم لاستیکای ماشین واقعا میترکه یا نه. یه پژو پارس یلیکس هم آوردیم. بچایی که شوتی بازن یه قلب مشکی تو کامنت. شوتی باز طرفدار خیلی زیاد داریم و من نمیدونستم. ولی چه دودی داره میکنه حاجی ماشاءالله. اوه بچا پنچر شد. بچا کار کرد تئوری. الان یکم ببینم پنچر میشه. پنچر شد. و پدر سوخته برو اونور. صحنه ترکیدنو میخوام ببینم. اوه اینم پنچر شد حاجی. تئوری واقعی بود و کار کرد. الان لاستیکای پارس اگه دوتاشم نگاه کنید دوتاشم پنچر شده. دریفت میزنه دوشلی ماشاءالله. بچا تئوری بعدی نوشته بود که اگه هوا سرد بشه از دماغ و دهن فرانکلین بخار در میاد. منم میخوام ببینم از دماغ دهنش بخار در میاد یا نه. من که چیزی نمیبینم بچا. آره وایسا اینجا تاریک‌تر اینجا فکر کنم واضح. بچا نگاه کنی از دهن فرانکلین داره بخار در میاد یعنی به خاطر سرماه و تئوری هم واقعی بود. یه تئوری هم بچا هست همین الان بیام با هم تستش کنیم. نوشته بود که اگه هوا برفی بشه مردم لباسشون لباسای خیلی کتوکلوف میپوشن لباسای گرم میپوشن که سردشون نشه. حاج خانم که خیلی ریلکس و دوستان عزیزم با تیشرت. یکی که کلا ولش کن. چون یخ نمیزنی دهنش بخار در ببینم دهن اینو بخار در میاد یا فقط منم دهنت بخار در میاد. اونجور به من نگاه نکن. خب بچا تئوری الکی بود و اگه هوا برفی باشه مردم همچنان با تیشرت و شلوارک میان بیرون. بچا تئوری بعدی نوشته بود که اگه شما میخواین ماشینتون کف خواب بشه و له بشه کامل یه دونه از این ماشینا باید پیدا کنین که لوکیشنش هم اینجاست بهتون نشون میدم. به این لوکیشن بیاین بچا 100% یه دونه از این ماشینا هست و شما اگه با لاستیک عقب جلو نمیشه لاستیک عقبش روی اون یکی ماشینه برید ماشینه کف خواب میشه و یه همچین چیزی نوشته. حالا من نمیدونم بچا تئوریش واقعیه یا نه ولی خب میخوام تستش کنم. الان نگاه کنید میریم روی این ماشینه. برو ای آتیش گرفت. ولی بچا کف خواب شد ولی بعید میدونم کار کنه. ماشینه آتیش گرفت. این چه کف خواب میشه خوشگل میشه. بچا نگاه کنید. بچایی که عاشق ماشینای کف خوابن یه قلب نارنجی توی کامنت ها بزن. ولی ماشینه بچا واقعا خوشگل میشه. بذار پیاده شیم یه نگاه هم بنازیم. بذار اینم کو اینو هوشش. لاستیک افتاد این ورکه گندش بزنه. بچا یه تئوری دیگه نوشته بود که موتورهای کراس یا همین موتورهای تریل چرا من اینجور میگم داش علی انگار 100 سال تو خارجه. موتورهای تریل بچا خیلی کوهینا راحت تر از موتورهای کفی و از این مسابقه تورا میدن. اول میخوام با این تست کنم ببینم این چطور میره. این به خاطر سرعتش هم خوب بره. بچا الان اینجا یه شیب خیلی تندی داریم و از این بغل میخوام بنازم ببینم موتور میره یا اوه کم آورد بچا کم آورد. از اینور بنازیم. بچا موتورباز داریم بین شماها یعنی بچایی که شاید موتورباز هم هستن چون من همیشه گفتم ماشین باز موتورباز دوباره نگفتم. بچا نگاه کنید خیلی سخت داره میره. اوکی ولی خب ولی سرعتش خیلی کم بود. بریم سراغ اون یکی موتوره. آقا این یکی موتور رو تست میکنیم. این از استارتی که زد مشخصه. بچا ببینیم این چطور میره. خیلی راحت داره میره. حاجی پشمام موتور کم آورد. بچا موتور کم آورد باورم نمیشه. بچا میدونین اینجور میتونیم پرواز کنید. نه نمیتونید. بچا باورم نمیشه این موتور کم آورد. تئوری الکی بود. من همیشه از اینا برمی داشتم میرفتم کوه. از این به بعد دیگه موتورای مسابقه برمی‌داریم. بچا تئوری بعدی نوشته بود که اگه نصف شب شما بریم مرکز شهر کلا داخل شهر خیلی شهر خلوت‌تره. چرا؟ چون همین مردم گفتن خواب. الان روزه بچا نگاه کنید همه چی اوکیه مردم هستن و خیلی اوکیه. حالا من میام چیکارش میکنم بچا میایم زمانو میبریم. الان ساعت 2 ساعتو میکنم ساعت 3 نصف شب. اوکی 3 نصف شب میذارم. پشمام سقفشو کشید. شاید اشکی کشید ها. 3 نصف شب میذارم بچا ببینم 3 نصف شبم دوباره شلوغه یا نه. البته چون الان من با مود 3 نصف شب کردم باید یکم لوکیشنمو تغییر بدم. بچا الان لوکیشنمو تغییر دادم تقریبا شهر بچا خلوت از نظر آبر پیاده. نگاه کنی آبر پیاده اصلا نیستن مردم شهر نیستن ولی خب ماشین هست اونم خیلی کمه و تئوری تقریبا میشه گفت که واقعیه. بچا تئوری بعدی نوشته بود بک فایر ماشینا میتونن بنزین زمین رو روشن کنن. بک فایر برای کسایی که میگه همتون میدونید. حالا برای کسایی که نمیدونن بگم بچا بک فایر
فایر مثلا با اگزوزای ماشینای اگه اسپورت باشن از اگزوزاشون یه آتیشی میاد بیرون که برای موتوره. الان من میخوام تست کنم ببینم این ماشین 100% دیگه دوجه چالنجر یا همچین چیزی هست دیگه 100% از بک فایرش آتیش میاد بیرون. میخوام تست کنم ببینم این بنزینی که این پشت ریختم آتیش میزنه یا نه. بریم با هم تست کنیم. داداش نمیخوای از اگزوز یا آتیشی بدی؟ من با ماشین رو اسپورت کنم. بچا الان امیدوارم کار کنه. چرا از اگزوزش آتیش نمیده؟ این تکچرخ میزنه. یا خود آجی وایسا ببینم. بچا با این جرقه‌ای که روی زمین میزنه به نظرتون روشن میکنه؟ بذار تست میکنم. برو بریم. روشن کرد؟ نه نکرد. یه بار دیگه جرقه میزنه روی بنزین و روشن نمیکنه. برو اونور تو بلد نیستی. بچا دیگه مجبور شم یه ماشین اسپورت بیارم که دیگه 100% از اگزوزش باید آتیش بده بیرون. تست میکنیم. اوه آتیش گرفت. پشمام. ماشینم آتیش گرفت. پشمام. خب بچه‌ها مرسی که تا این ثانیه ویدیو با ما همراه بودین. قلب قرمز مثل همیشه یادتون نره، زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنین که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم با خبر بشین. اگه ایده ای هم دارین بچه‌ها ویدیوی جی تی ای حتما توی کامنت ها واسم بنویسید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب، پیج اینستامون هم اگه فالو ندارین حتما فالو کنید. سرور دیسکوردمون هم لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، اگه دوست داشتین حتما جوین بشین. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی و حتما ببین که خیلی ویدیوهای خفنی بود. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود.